بسم الله الرحمن الرحیم. من برای بار دوم مقدم استاد دکتر محمد سرور مولایی رو گرامی می‌دارم، به ایشون خوش آمد میگم. به شما من یه ماجرایی رو بگم. امروز بعد از ظهر حدوداً ایشون تلفن کردن، من دلم ریخت و گفتم خدا نکند الان ایشون، چون من میدونم سال هاست به ایشون ارادت دارم، میدونم که ایشون مشغولیت های زیادی دارن، حالا نکنه امروز هم. و من یک دقیقه فلان فکر کنم جواب ندادم. بعد ایشون گفت من چقدر وقت برای صحبت کردن دارم، من زنده شدم و عرض کردم اینقدر بنا و خیلی خوش آمد میگم. و اون مطالبی که اون جلسه قبل در پشت سر آیه دکتر محمد سرور مولایی درباره محمد سررضی مثنوی که مولانا در مثنوی آورده و ظاهراً مولانا هم از کلمه خطا رفته و عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم. سخنرانی جناب دکتر محمد سرور مولایی درباره نینامه مولانا یعقوب چرخی از 18 بیت مثنوی است. من سخن رو به ایشون واگذار می کنم و خودم سراپا گوش میشم. امیدوارم که در این لحظاتی که مزاحم اوقاتتون میشم چیزی باشه که قابل ارائه به محضر شما باشه و تشکر میکنم از همکار و برادر بزرگوار استاد دانشمند آقای دکتر سبحانی، آقای دکتر ایوبی. برای من افتخار آمدن در این مجالس. صحبت امروز بنده در محضر شما درباره نینامه مولانا یعقوب چرخی است. نمیدونم چند نفر نام این مولانا رو شنیدن، چند نفر با زندگی نامش آشنان، ولی شرط سخن این است که من یک در فشرده ترین احوال کوتاه معرفیش بکنم. مولانا یعقوب چرخی بر حسب اطلاعاتی که در تذکره‌ها داریم در سال 851 هجری درگذشته، یعنی از سال تولدش اطلاعی در دست نیست. از سفرهاش فقط حدس زده می شود که در چه سالهایی در کجا بوده. بر اساس سنجش نزدیک به زن گمان برده می شود که باید در حدود 90 سال عمر کرده باشه. اهل چرخ است. چرخ ناحیه‌ای است در جنوب شرقی افغانستان، کابل، 65 کیلومتری کابل. قبلا جزء توابع غزنه بوده، به همین دلیل مولانا یعقوب در آثارش که خودش معرفی میکنه اسمش مینویسه، اول غزنوی میاره، بعد چرخی میاره، بعد اون وقت سررضی میاره. از این صوفی که بعد خواهم گفت از مشایخ سلسله نقشبندیه هست، اوایل مرید مشایخ بزرگواری بوده، خود خواجه بهاءالدین نقشبند رو پیشش تلمس کرده، دست ارادت داده. 3 تا اثر تا الان شناخته شده. یک اثرش که چاپ شده معروف است به تفسیر چرخی. این تفسیر البته باز به خواهش ارادتمندان و دوستانش نوشته شده. تفسیر سوره فاتحه است و بعد از ملک تا آخر قرآن، این چی که در دست ماست. تفسیر عرفانی، نثر بسیار روان، شیوا و ساده داره، آراسته به شواهد شعری از حضرت مولانا، سنایی و کلمات مشایخ صوفیه در اون بسیار به کار رفته. طبیعی ما در بین تفسیرهای عرفانی باید یک جایگاه خوبی برای این تفسیر قائل بشیم. نمونه زبان فارسی هم که او داره در قرن 9
نمونه بسیار شسترفته خوبی است. از چندین تفسیر در نوشتن تفسیر خودش استفاده کرده، 10-12 تاست که من اینجا یادداشت کردم و برای اینکه مطالب دیگه وقتش گرفته نشه اونها رو ذکر نمی کنم، ولی مهم اون حال و هوای بسیار زیبایی که این تفسیر داره. این تا حالا 5 بار یا 4 بار در هند و پاکستان چاپ شده. چاپ جدید اینجور که در ایران معموله یا در افغانستان با حروف سربی ازش به عمل نیامده. یک رساله دیگر دارد که اسمش هست مختصری در باب اثبات وجود اولیا، که کلاً بحث اولیای خدا رو که چه سنخی هستن، چه مشخصاتی دارن در اون مطرح کرده. اینم چاپ نشده. در این کتاب بیشتر به کشف المحجوب حجویری متکی است، مولانا عثمان چرخی، و عمدتاً یعنی مطالبی که در اون کتاب آمده در اینجا برداشته شده، توضیح داده شده. اما بحث امروز ما که عنوان صحبت من هست، سومین اثر مولانا یعقوب چرخی است که معروف است به رساله نائیه، یا در تعبیر دیگر نینامه. نینامه معرف حضورتون هست که به همون بیت‌های آغازین مثنوی معنوی خداوندگار بلخ گفته می شود. بعد از کمال الدین حسین خوارزمی، مولانا یعقوب چرخی دومین شخصی است که دست به شرح مثنوی به تعبیری میبرد. این رساله نائیه فقط نینامه نیست که توضیح میشه، تفسیر میشه، که اون قسمتش تفصیلی هم هست، بلکه در ارتباط با مطالب نینامه او تعداد زیادی 10-12 حکایت دیگر را هم از دفاتر مختلف مثنوی، گاهی به اختصار گاهی به اندک تفصیل، شرح و توضیح میدهد که بسیار هم جالب. درباره احوال او همونطور که پیشتر عرض کردم، جز اطلاعاتی که در تفسیر چرخی ثبت است ما خبر مستند دیگری نداریم. سال 851 نزدیک هست به تألیف نفحات الانس یا خزینة الاصفیا که بعداً نوشته شده، یا با مولانا کاشفی که شرح حالی از یعقوب چرخی داده، ولی در اونجاها تقریباً کلیاتی ذکر میشه و ما نسبت به این شخص آشنایی نداریم. اطلاعاتی هم که الان موجود هست همون است که از تفسیر چرخی گرفته میشه. 2 بار سفر کرده به بخارا. اولی که خودش قید کرده تقریباً جوان بوده، احتمالاً در حدود 20 سال. در اون سالها بخارا مرکز علم و فرهنگ و عرفان و تصوف بوده. با واقعش اینه که یکی از مراکز عمده فرهنگی ما از که بسیار بسیار باید قدرش شناخته بشه بخاراست. در افغانستان بخارا را بدون پسوند شریف کسی اسم نمیبره، بخارای شریف، چون اونجا مزار اولیاست و بحثی از نظر عرفان و تصوف و علما و مدارس بسیار عظیم داره. آثارش هم امروز موجوده، کسانی که رفتن دیدن. میاد اینجا به قصد تحصیل. معلوم نیست در این نوبت چند سال در بخارا میمانه. بعد از بخارا میره به مصر، در اونجا هم مدتی تحصیل میکنه. خوبیش اینه که نام یکی از همشاگردی‌های خودش آورده که با او هم درس بوده در مصر. احتمالاً بین 8 تا 10 سال باید بوده باشه در اونجا. برمیگرده در بخارا دوباره، این بار به قصد این که هم علمی رو که حاصل کرده و محضر علما عرضه کنه و از اونها اجازه فتوا بگیره. اتفاقا این فتوا رو میگیره در نوبت دوم که میاد به بخارا و قصد داره که از طریق بدخشان برگرده به چرخ، به زادگاه خودش. اما پیش از رفتن میره به دیدار خواجه بهاءالدین نقشبند، به ملاقات او، شاید برای طلب دعا. و این ملاقات خالی از
بحث افسانه سرایی است که در متون عرفانی هست، چون در متون عرفانی ما درباره مشایخ حکایات و قصص شگفتی آور زیاد داریم. میره اونجا جاذبه خواجه بهاءالدین نقشبند او رو نگه میداره، تقاضا میکنه از خواجه که اگر او را بپذیرد در سلک مریدان خواجه درآید. خواجه میگه من پذیرنده نیستم، باید از جای دیگری به من دستور داده بشه تا من بگم که تو رو قبول میکنم یا نمیکنم. این در احوال صوفیه در منابع دیگه هم دیده میشه. نوشته در کتاب خودش در همون تفسیر که هیچ شبی در زندگانی سخت‌تر از اون شب که من فرداش باید جواب میگرفتم از خواجه بهاءالدین نقشبند بر من نگذشت. ما اگر بخوایم وارد این قضیه بشیم که برای شما اینو باز بکنم که اصل پیام پنهانی در پس این تقاضا و بعد اون پاسخ و انتظاری که برای فردا هست چی هست، طبیعتاً در یک جمله خلاصش میکنم. کسی که نوع طلبی در او ایجاد میشه و حسی داره برای یک پیوستن به بزرگی، قطعاً شب انتظارش شب طولانی خواهد بود. فردا که میره بعد از نماز صبح که پشت خواجه به امامت خواجه بهاءالدین نقشبند انجام میشه، میگه که تو پذیرفته شده ای. دیگه از بخارا نمی رود تا زمانی که خواجه بهاءالدین نقشبند انتقال میکند به سرای دیگر. در ضمن در زمانی که در قید حیات هست به او اصول طریقت نقشبندیه رو تلقین میکنه که اینا رو انجام بده، اون اصل ششگانه یا هشتگانه رو، اورادی هم بهش تعلیم میده. از این خیلی راحت میشه نتیجه گرفت که پیر عرفانی مولانا یعقوب چرخی خواجه بهاءالدین نقشبند است و او یکی از پیوستگان به سلسله نقشبندی است. پیش از فوت خواجه بهاءالدین نقشبند به او میگوید که تو باید بروی به نزد خواجه عطار. راه کجه، قصد این به راه دیگری است که برگرده به بدخشان و بعد بره به چرخ، ولی راه رو کج میکنه و میره پیش خواجه بهاءالدین عطار. این قانونه در عرفان که مشایخ بعضی از پیران خودشون نزد پیران دیگر میفرستن که یکی پیر صحبت است، یکی پیر خرقه است، یکی دیگه هم پیر تعلیمه. مدت درازی پیش خواجه بهاءالدین عطار میمانه تا او در میگذرد. از این طریق هست که ما این سالها رو چون میشناسیم که چه سالهایی در گذشت این بزرگان بوده، سنوات عمر یا حوادث زندگانی مولانا یعقوب چرخی را حدس بزنیم. پس از درگذشت خواجه علاءالدین عطار، او پیش از درگذشت به این سفارش میکنه و اجازه ارشاد میدهد. اجازه ارشاد هم باز یک تعبیری است در تعالیم صوفیه، تا شیخی به مریدی که مراتب و منازل نپیموده باشه، به اون درجه نرسیده باشه، اجازه ارشاد نمیدن. این به معنای مسند نشینی یا خلیفه‌گری پیر است در واقع. مولانا عثمان به حصار شهری است در بدخشان، به اونجا میرود و در اونجا صاحب خانقاه و دم دستگاه میشه تا آخر عمر همونجا میمونه، همونجا به ارشاد مریدان میپردازد. مزاری هم الان در همون تاجیکستان هست، در ناحیه بدخشان، زیارتگاه خاص عام. به این سببه که میگن در حدود 90 سال باید زندگانی کرده باشه. این اطلاعات لازمه که من خدمت شما کوتاه عرض کنم که اگرچه این رساله مشهور است به نینامه مولانا یعقوب چرخی، ولی به شرح همون 18 بیت خلاصه نمی شود. علتش هم بسیار روشنه. شاید دوستان ما حاضران در مجلس از مطالعات خودشون، از بحثی که مثنوی شناسان کردن، متوجه شده باشند که در نزد شارحان مثنوی این دیباچه مثنوی به عنوان فهم کلید فهم 6 دفتر مثنوی است. اتفاقاً
مولانا یعقوب چرخی از نخستین کسانی است که روی این مسئله انگشت گذاشته. از این جهت برای من بسیار مهمه که این آدم در قرن نهم که دومین شارح مثنوی متوجه ساختار درونی مثنوی شده. چند سالی من به ضرورت غیبت استادانی بزرگ از دانشگاه به غلط مقلد درس مثنوی بودم. خب خودم حال میکردم مثل هممون. در اون سالها من چه در دوره کارشناسی چه در دوره کارشناسی ارشد با دانشجوها با همدیگه پیمان بسته بودیم که هر جوری میشه هر قسمتی رو که به اونا تحقیق میدم یا چیزی که ما سر کلاس تدریس میکنیم ببینیم قابل تعویل به این 18-20 بیت دیباچه هست یا نیست. چون نظر من این بود که وقتی درباره مثنوی حضرت مولانا این همه مطلب نوشته شده، قضاوت‌های جور و جور شده، عیب‌های بزرگ بر این کتاب عظیم گذاشتن و همگی از سر جهل و بی‌معرفتی بوده، در ضمن آدم در عینیت هم که بیره مثنوی چندان در پیکر درستی ندارد. ظاهربین همین رو می‌بیند که این کتاب نه آغاز داره نه انجام داره. ما در مثنوی‌های سنایی، مثنوی شیخ فریدالدین عطار و دیگر کتاب‌ها، مثنوی‌های حکیم نظامی گنجوی، هر کدام که شما نگاه کنید یک ساختار معین سوری دارند. با توحید پروردگار شروع می‌شود، به نعت و منقبت پیامبر، اهل بیت او، فرزندانش و بعد خلفا، اینا همینجوری میاد تا سر اصل مطلب برسه. احیانا اون کسی که کتاب بهش اهدا میشه یک چند بیت هم در ستایش او سروده میشه، بعد میره سراغ داستان یا موضوع حکمی، فلسفی، هر چیز دیگر که هست. مثنوی چنین نیست. به همین دلیل شاید در شنیده باشین که در دوره‌های به اعتبارات ظاهری مثنوی رو قابل لمس نمیدانستن. میگفتن که این دست آدم رو پلید میکنه، با انبر باید ورش داشت. مولانا شاید، نه قطعاً، این اعتراض مقدر رو خود او در مثنوی جواب گفته. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. حق باید داد. واقعا اون اللهی که از دل گفته می شود، بسم اللهی که با دل گفته می شود، با میلیون ها بسم اللهی که از سر زبان گفته می شود، قابل قیاس نیست. مولانا این اعتراض مقدر را در همون آغاز دفتر نخست در حکایت پادشاه و کنیزک جواب میده. اونجا بهانه‌ش هم اینه که طبیبان استثناء نگفتن، یعنی تکیه کردن به علم خودشون، به دانش خودشون، پیوستگی خودشون رو با دانشی دیگر غیبی نشان ندادن. تفاوت این دو تا طبیب، طبیب روحانی و طبیب ظاهری هم همینه. ولی اون کسی که از دل میگوید طبیعیه که از سر باور و اعتقاد میگوید. به هر حال ساختار مثنوی هم واقعا من چون سالا مشهور بودم کوتاه میکنم. اگر کسی مسلط نباشه گیجش میکنه. یک داستان 2 بیت 3 بیت 4 بیتش سروده نشده، معانی جدید در ذهن حضرت مولانا میاد، شروع میکنه به توضیح دادن اونا. در اون معانی هنوز تمام نشده، معانی دیگر، اصطلاحات دیگر، اقتضاعات دیگه پیش میاد، شروع میکنه به توضیحات اونها. اگر شما نظام فکری مولانا رو دنبال نکنید خود شما سرگشته میشید. یک شاهرای بزرگ مثنوی که در هر 2 کیلومتر 3 کیلومتر به یک اتوبان جدید میره، بعد از اون به یک انشعاب دیگه، بعد آخر سر برمیگردن شما رو به همین جایی که بودید. ما با بچه‌ها این کار رو کردیم که اگر هیچ نباشد در درس مثنوی، لااقل این ساختار درونی مثنوی رو بشناسن. من اصطلاحاً گذاشتم شیرازه پنهان مثنوی. شیرازه که میدونین چیه؟ اون نخایی که ورقای کتاب تای جلد باش میدوزن که اینا رو به هم دیگه اوراق پراکنده رو وصل میکنه. بنیان کتاب شیرازه. شیرازه مثنوی این دیباچه است. اگر این درست توضیح داده بشود، اگر درست مفاهیم و مسائلش عنوان بشه، آنچه که در 6 دفتر دیگه میاد در واقع تفصیل همین اجمالی که در این 18-20 بیت گفته شده.
و این مولانا یعقوب خوب درک کرده. همین دیباچه رو او به 2 قسمت تقسیم میکند. از بشنو این نی چون حکایت میکند تا در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام. این میگه این قسمتیه که مسائل عرفان درش مطرح میشود، نظریه عرفانی درش مطرح میشود، یا همون جدایی نی از نیستان که اون انسانه که جدا شده از نیستان و بعد روزگار وصل خود را میجوید و هوای وطن اصلی در سر میکنه و این باید در هر کسی باشه. مشکلات راه چیه؟ طریق رسیدن رو از این بیت به بعد به نظر مولانا عثمان چرخی مولانا پیشنهاد میکند. این شناخت از همین ساختار بسیار بسیار برای من جالبه که در قرن 9، چون الان اگر پژوهشگران مثنوی به این نکته رسیده باشند که بسیارم زیادن، چیزی غریبی نیست، ولی در اون زمان کسی این نوع نگاه خاص به مثنوی داشته باشه ارجمند این نگاه و برای درس مثنوی بسیار لازمه. برای فهم مثنوی فوق العاده ضروره که ما این رو بدانیم. و الا این خصوصیت هم در مثنوی هست، شما از هر جای مثنوی که شروع کنید برای شما مطلب داره، احتیاج نداره که مطلب قبل و بعد بخوانید، در حالی که در عمق نیاز داره، قطعا نیاز داره که شما ببینید این بیت که آمده در توضیح کدام مطلبه یا این حکایت برای چه نکته‌ای داره گفته می شود. یک نکته دیگر که قابل عرض خدمتتون هست این است که تأویل او از نی با تأویل بسیاری از مفسران مثنوی فرق داره. اینی نمیگه که این نی ولی قطب انسان کامله، میگه نه این روح انسانیه. هر انسانی بالقوه یک نیه. ما اینو تقریبا از زبان دیگران نشنیده ایم. و تا آخر شرح نینامه، تا اون حکایات بعدی، حکایت دقوقی، حکایت شیخ محمد سررزی، بعد حکایت اون درویش که در کشتی نشسته بود متهم به دزدی شد و بعد همینجور در حکایت موسی و شبان که در این تداعی هایی که برای توضیح کل مطلب از فهم مثنوی آورده، برای تکمیل نینامه اینا را آورده، به همین اصل وفاداره. بسیار جالبم هست. یعنی کسی یک نظریه داشته باشه، نظریه‌اش بتونه در ضمن عمل در کار به صورتی بیان بکند که نظریه رو بتونه اثبات بکنه یا نظریه دفاع بکنه. در آغاز میگه دوستان من از من خواستن که این نینامه رو با پاره از چیزهای دیگه مثنوی براشون شرح کنم. تقاضاشون رو پذیرفتم، به همین دلیلم به اختصار نوشتم، اجمال داره. او میگوید که تصوف یا مقصد اصلی از تصوف طلب وصول است به محبوب حقیقی. یعنی همون چیزی که در آغاز نینامه گفته میشه. خوب به این کلمات خواهش میکنم توجه کنید. طلب وصول است به محبوب حقیقی بعد از فراق بر نهج سیر و سلوک. یعنی کلی مطلب داره این. یعنی باید فراقی از جای صورت گرفته باشه، بعد وصول به محبوب طلبش در کسی باشه، منتها به راه و روش ویژه‌ای که اصطلاحاً اون راه و روش ویژه در عرفان بهش گفته میشود سیر و سلوک، یا طبق معمول از کلمات صوفیه که جای حدیثی گرفته، چون نقل کردن در منابع حدیثی نیست، حب الوطن من الایمان، برای توضیح همین نکته که بازگشت به نیستان جزئی ایمان هست، خوب این نکته را پرورانده که ایمان حقیقی را چیزی میداند که کسی متوجه بازگشت به مبدأ باشه، به جایی که آمده. این حب الوطن من الایمان را هم اونجوری توضیح میده، نه اینجوری که ما توضیح میدیم. ارواح طبقه انسانیه را که باز میگوید به حکم نفخت فیه من روحی در زندان بدن محبوس است، به نی مانند کرده است. یعنی پس اینجا باز این نکته هم یادآوری میکند که این جان حقیقی
که با جانان حقیقی پیوسته بوده و از او در ما دمیده شده است، این جاش اینجا نیست، از جای دیگه تحت اون حکم یا امر. بدن هم میگه که روح از عالم امر است، از عالم طبیعت نیست، در زندان بدن محبوس و محصور شده. این شایدم میاره، یادم رفت که بگم در تفسیر و در نینامه از اشعار حضرت مولانا سنایی و از پدر خودش و گاهی از خودش، بیشتر از سنایی و مولانا استفاده میکنه و از کلمات صوفیه. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. اینجا منظورش این نکته رو بیان میکنه که نی اسراری در سینه دارد، همونطور که عرفا اسراری در سینه دارن، اینو به شعر یا به نثر بیان میکنن. همچنان که کلام این سوختگان در آتش هجران در شنوندگان مستعد تغییر حالت ایجاد میکند، نوای نی همچنین خاصیتی دارد. از اونجا ذهنش میرود به این که صوت خوش، به قول جنید، صوت طیبه ربانی است. یعنی هر صدای خوش صدای انسانی نیست، صدای ربانی، اون که این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. این در شما تغییر ایجاد میکنه، بدونید که از جای دیگری میآید این صدا. بعد میگه که شوق و ذوق عرفا برای دیدار است، یعنی جز به دیدار بر سر هیچ مقام یا موضع دیگری توقف نمی کند. این اصل رو اینجا داشته باشید، بعد دنبال میکنه تا فنا، که حصول دیدار جز با فنا امکان پذیر نیست. وقتی فنا فی الله تحقق پیدا کرد، محبوب و محب یکی شد، دیدار دست میدهد. مقایسه میکنه، از شاید میاره از خود مثنوی حضرت مولانا، بنده دائم خلعت و ادرار جوست. بندگانی که خدمت پادشاهان میکنن انتظارشون از مخدومشون خلعت و جایزه و نام و نشان و مقام و منصب و حقوق و این هاست. خلعت عاشق همه دیدار اوست، یعنی اون چیزی دیگر نه بهشتش را میخواهد، نه سرایش را میخواهد، نه نعمتش را میخواهد، نه حورش رو، نه غلمانش رو. جز اون دیدار هیچ چیزی دیگری برای او مطرح نیست. این در واقع میخواد بگه پیام اصلی عرفان همین است، غیر از این چیز دیگری نیست. در مولانا همینه، در مشایخ دیگه هم همینه. یک بیتی دیگه از یک شاعری آورده که من پیدا نکردم. صورت بیت زیاد قوی نیست ولی معناش خوبه. به لذت‌های جسمانی غمت را کی فروشم من، که دادن ابلهی باشد به سیری من و سلوارو. یعنی من دنبال لذت‌های جسمانی نیستم. این دو بیت رو اینجور توضیح میدهد که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شرح شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من اون شروع رو که خوانده بودم، این که خوندم به نظرم غریب می آمد، یعنی که این دید رو، این زاویه رو ندیده بودیم. پیشتر عرض کردم که اون نی رو ارواح انسانی میدونه یا نفس ناطقه میدونه، بعد از اون تعویل کرد به این که اگر نی یا کلامی دیگری از مشایخ صوفیه، از سوختگان هجران حقیقی حال شما رو دگرگون میکند، لطیفه دیگری است در اون. این دنبال همون مطلب رو هم اینجا میگیره. اولین نکتهش این است که عاشق صادق باید دردمند باشد، در آتش هجران سوخته باشد، سینه او مثل سینه نی شرح شرحه باشه. من نمیدونم شما نی رو، قلم نی دیدید، باز کردید داخل نی رو، جدار داخلی نی خشکه، برخلاف بیرونش که شفافه، تیکه تیکه است. واقعا هم چه دقتی کردن در این قضیه. سینه ای همچون نی به علم فراق منقطع، تا شرح اشتیاق به او بگویم.
پیشی بی درد سخن عشق نتوان گفت، کر را از آواز چنگ هیچ نصیب نباشد. تأویل و تفسیر دیگرش این است که در این بیت اشارت است که طالبان صادق را درد طلب از حد و عد بیرون باشد. روی این نکته خیلی تاکید میکنه و درستش هم همینه. بنای اصلی، گام نخست، بشارت و مژده بزرگتر از طلب نیست و اونم در دست آدمی نیست. از غیب در شما این حس ایجاد میشود، این تشنگی. اصل تصوف این طلبه، بقیه مراتب تبع طلبه. این طلب هر چقدر قوی تر باشه شما صبر و شکیبایی و دشواری های طی منازل رو به جان میخرید، چون طلب اونقدر قویه که آدم این درد رو، اون سختی رو، اون ریاضت رو هیچ کدامش حس نمیکنه، بلکه بر سر آتش این ریاضت ها عیش و طلب میکنه، چون طلب قویه. میگه تا این طلب در سالک قوی نباشد سخن شیخ در او اثر نکند. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی این سخن در کسانی تأثیر میگذارد که مبتلای این هجران شده باشند، به همون کیفیتی که میگوید هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. در اینجا همون چی که بیشتر گفتم مطرح میکنه که بعد 2 آیه کلام الله رو در شأن 2 گروه ذکر میکند. این تعویل های عرفانی که از این آیات کلام الله میکنه به جای خود بسیار زیباست. یکی الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونو توجیه میکند که این طلبی که شما را به جهاد در راه رسیدن اصول به حق میکشد بی پاداش نیست، راهنمای شماست این. بعد میگه اون کسانی که این کار را نمیکنن، مشتغل به دنیا هستن، در شأن اونها آمده که ارباب تمتع دنیایی اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا اینن. میگه چرا اضلن؟ برای اینکه میگه خدا بهشون عقل داده، خرد داره، این همه میزانهای نقد خوب و بد را داده، ولی با این همه دنبال اون راهی که باید بروند، دنبال اون تقاضایی که باید برند، دنبال کمال خود نمیروند. با وجود عقل است که آدمی اگر ازش کار نگیره از مرتبه آدمیت میفته پایین. اشعار ضمنیش رو میترسم که بخونم وقت کم بیاد، حالا من میگذرم. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. اینم برای من جدید بود. این بیت رو اینجور توضیح میدهد که روح انسانی در مراتب تنزلات از عالم بالا که میآید پایین، این بدحال و خوشحالش اینه که بعضی از ارواح قرین سعدا میشن، نیکبختان میشن، در بدن ابدان اونها ساکن میشن. بعضی هم قرین اشقیا میشن. بعد شاهد میاره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ذکر میکنه که اگر کسانی که به این وظیفه عمل نمیکنن، مشتغلی به دنیا میشن، فردا که وقتی در پیشگاه حق حاضر میشن سرفکنده و شرمسارن و حسرت میخورن که چرا ما در ایام حیات از اون بهره عمر که داشتیم در جهت این کمال استفاده نکردیم. آن دم که خرد بودم هم خرقه بود خضرم، اکنون که پیر گشتم هم درس کودکانم. آخر سر دیگه فایده نداره اون زمان. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اینم باز تعویلش، تفسیرش با دیگران فرق داره. میگوید هر طایفه برای نفس ناطقه انسانی چیزی اعتقاد کردن، در نظر گرفتن. اتباع، علما، حکما در این امر اختلاف دارن. بعد میگوید هر کدام اینا که گفتن بی اذن شرع به خطا رفتن. استناد میکند به آیه، بخشی از آیه شریفه که خطاب به پیامبر بود که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن، جهودان بیشتر، که
اگه جواب داد که روح چیه، ما میدونیم که پیامبر نیست. قل الروح من امر ربهم. آمد خطاب که بگو بهشون که این دانشش در اختیار من هم نیست، از امر پروردگار است. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. این هنر بیانی مولانا در این دو بیت واقعا مثل خیلی جای دیگه آدم شگفتی زده میکنه. برای اینکه یه امر نامحسوس معقول رو معقول بکنه، بهتر از این نیست که در تجربه هممون هست. تن و جان ما با همدیگه پیوسته است، ولی در عین آشکارایی پنهان هم هستن. تن آشکاره ولی روح آشکار نیست. هر زمانی که روح مفارقت بکنه تن مرده، هیچ حرکتی فعلی از او سر نمیزنه. حقیقت انسان را همون نفس ناطقه یا روح او میداند که جان دوم میگویند به او. مولانا هم گفت که نیم جان بستاند و 100 جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد، به شرطی که از این نیم جان بگذری. پس در اینجا 2 تا جان رو توضیح میده که آدمی این 2 تا جان نداره، چون بعداً احتیاج داره به این توضیح مقدماتی که اینجا داده. این بیت رو هم بر سرش اختلاف است. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد. اینجا 2 تا نوع ایمان رو مطرح میکنه: ایمان تقلیدی، ایمان شهودی. ایمان صوفیه و عرفا ایمان شهودی است، ایمان تقلیدی نیست. ایمان تقلیدی ایمان عامه است و اصحاب عقل. بعد میگوید هر کسی که در دل او این درد طلب و آتش محبت دیدار دوست نباشد کافر است. به جای نیسبات دیگران گفتند که مولانا نفرین کرده، هر کی این آتش ندارد نیسبات. این میگوید نه اون نیسبات تنها، بلکه میگه اصلا در ترازوی من ایمانی ندارد، کافر است. چون پیشتر گفت که ایمان حقیقی ایمان شهودیه، پس ایمان تقلیدی جزء ایمان نیست. اون زمانی که من این شروح رو میخوندم برای اینکه درسم آماده کنم، یک توضیح دیدم که شادروان نیکولسون برای این بیت نوشته بود، به دل من خیلی نشست. او میگوید که نفرین این چنین از یک عارف، از یک صوفی، و اون هم کسی مانند حضرت مولانا، بسیار از ذهن بعید میآید که چه این کاری بکنه. هرچند از این نوع در جای دیگه در مثنوی هست، ولی این در این جایگاه نیست. میگه نظرش این است که نیسباد یعنی خدا او را از این هستی جاهلانه کفر شرک بمیراند تا او به هستی معرفتی زنده بشود. بسیار شیرین تره، بسیار زیباتره و درستم به دل میشینه که مولانا چنین چیزی گفته باشد. هر کی این آتش ندارد، یعنی اگه به این جان، به این عشق، به این آتش، به این محبت زنده نیست، او را از حالت بی محبتی، از این حالت بی حسی، عدم معرفتی خدایا بمیران تا فرصتی بکند که به حالت، به دنیای معرفتی یا به عالم معرفتی زنده بشود. میگوید اون چی که تأثیر میپذیریم ما از کلام نی، از کلام عرفا، از بیانات عشاق خدا، سببش این است که اهالی وجد و تلوین مستی ها دارند در اثر جذبات الهی. سخنانی بر زبان می آورند که از هوشیاری نیست، از جای دیگر می آید. اونا از شرابخانه و سقاهم ربهم شرابا طهورا مستند. بعد قیاس می کند که شراب خمر این دنیایی عقل را زائل می کند. اگر از انفاس مستان شراب حقیقی از این نوع بود که آدم را کلاً از این دنیا بکند، به حالتی دیگر ببرد، تعجبی نباید داشت. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید.
باز تفسیرش با دیگران تفاوت داره. تأثیر انفاس شریفه عرفا عشاق حق در حق کسی است که از غیر الله منقطع شده باشد و به محبت ذاتیه رسیده باشد و صفات متضاد محبوب حقیقی در نظر او برابر باشد. یعنی تمیز بین قهر و لطف نکند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. گر مرا دوزخ بسوزد خاکساری گو بسوز، ور مرا جنت نباشد بوستانی گو مباش. من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم، گرد هر در می نگردم استخوانی گو مباش. یک وقتی من خونده بودم که در اثر شنیدن این پیام، این کلام، نوای نی یا بانگ نی، تغییری در شنونده این آوا پدید می آید که تماسک او را برای هوشیاری از بین می برد. آنچه در دل دارد، در ضمیر دارد، بر زبان می آورد. پرده های ما درید، یعنی پنهانی های ما را آشکار می کند. در عالم حس هم اینجوری هست. بسیار وقتا از آدم عاقل معقول میشناسیم. وقتی استاد شجریان یک غزل سعدی رو میخونه، از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم، رنگ و روش تغییر میکنه. آرام آرام که میخونه اشکاش جاری میشه. آدم تعجب میکنه این که پیشتر هوشیار بود، سر حال بود، خوب نشسته بود، چه اتفاق افتاده که چنین شده است. روی اونجوری فکر میکردیم، ولی الان میگه نه، اون چه مانع اصول سالک است یا روح حقیقی، جان حقیقی است به مبدأ حقیقی، در این سیر تعلقات است. این پرده ها، پرده در اصطلاح عرفانی دقیقاً بیشتر به معنی حجاب هاست، به معنی حجاب. نه حریف هر که از یاری برید پرده هایش، درست پرده هاش ایهام داره به اون سوراخ های نه که از هر سوراخی بانگ دیگر میاد، ولی اصل همه پیام ها یکیست. پرده هایش پرده های ما درید، یعنی برای نه کلام و تلقین عرفا صوفیه این مشایخ ما را از قید تعلقات، از بند نام و ننگ و ناموس و بسیار چیزهای دیگری که بسیار فریبنده هم است و واقعا نجات از اونها بسیار سخته، آزاد میکند. این پرده ها رو میدارد، این حجاب ها رو از پیش پای ما ور میدارد. این کسانی هستند که به قول مولانا یعقوب چرخی، خداوند در کلام خود اونها رو وصف کرده، لا یخافون لومة لائم. یعنی دیگه وقتی این حال بهشون دست میده، اگر 1000 کس بگوید که تو هوشیار بودی، این همه جا داشتی، مقام داشتی، اینا چرا پشت پا به اینها زدی، برات اهمیت نداره، چون در نظر اهل دنیا همه اینا امتیازه. دیگه این حرفا رو گوش نمیدن، از ملامت اونها خم به ابرو نمی آورد. در عشق تو من بار ملامت بکشم، ربای حضرت مولاناست که مولانا یعقوب به شاهد آورده. گر بشکنم این بار غرامت بکشم، گر عمر وفا کند جفاهای تو را، باری کم از آن که تا قیامت بکشم. یعنی هر چقدر در این عشق ملامت بکنن تا قیامت هم حاضرم. باز یک توضیح دیگه هم داده که ایهام داره پرده های ما درید، یعنی ادوار نی در اطوار عرفا تأثیر تمام داره. نکته خیلی ظریف لطیفی هم هست. همچونه زهری و تریاقی که دید، همچونه دمساز و مشتاقی که دید. زهر و تریاق است برای مبتلایان به تعلقات دنیایی، به حوادث نفسانی، به نام و ننگ و شهرت. اینا رو پیشتر گفت که از بین میبرن. زهر است، تریاق است، این دوتا تضاد داره. زهر است برای منکر این کلام، برای منکر این پیام. تریاق است برای تصدیق کننده که او رو به سر منزل مقصود میرساند. مثال میآورد از این نوع در مثنوی، رود نیل را که برای سبتی آب بود، برای قبطی خون. نوعش، مظاهرش در مثنوی زیاده. بعد تشبیه میکند
انکار کلام مردان حق رو، جایگاه اونا رو به اون چی که پروردگار در شأن کلام الهی گفت یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. به این کلام هم همینجوره، برای مصدق، برای مؤمن هدایت است، برای منکر جز ضلالت چیزی در پی ندارد. بعد نتیجه میگیره که بسیاری کسان بودند که در متابعت از این مردان راه خدا، مردان حق، به مقامات بالا، به اعلی علیین رسیدند و بسیار بودند که در انکار اینها به اسفل السافلین افتادند. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. یعنی نفوس ناطقه انسانیه، انسانهای عشاق، هر وقت که زبان به سخن بگشایند جز از اسرار راه حقیقت چیز دیگری نمیگویند. افشای این اسرار پیش اغیار مجاز نیست، چون اگر پیش غیر بگویید کار دست خودتان میدهید یا کسانی که اهلش نیستند. به همین دلیل اون بیت بعدی رو به دنبالش میاره که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در کوی خرابات مجازی نایی، تا کار قلندری نسازی نایی. اینجا به یکی مهره دو سر میبازند، جانبازانند تا تو نبازی نایی. در باب این دو بیت هم در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. نظر او با نظر شارحان دیگه هماهنگ نیست، یک مقدار اختلاف داره. بیشتر تأکیدش روی اینه که تمام روزها و شبهای ما با درد طلب سپری شده است. این چنین عمری که در درد طلب سپری می شود عمر با خیر، با برکت است. عمر ما فانی است، اون که میماند باقی ابدی قیوم سرمدی محبوب ماست، معشوق ماست. اگر پایان طلب رسیدن به او باشد، حاصل عمر این باشد، از این عمر بیشتر بهتر نمی شود پیدا کرد. در اون بیت بعدی هم هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد، عشاق را به ماهی تشبیه کرده که آب حیاتشان آب حیات عرفانی است که هر چی بخورن سیر نمی شوند. ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی، لایق این کمان من یا لایق خرکمان من نیست در این جهان زهی. شعر مولاناست. میگه ریگ که اصلا سیری ناپذیر سیر میشه ولی من سیر نمیشم. در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام. میگوید تا اینجا اشارت بود به طلب کردن محبوب حقیقی تا این بیت و مقصود اصلی که او را تصوف گویند و وصول به عالم قدس و نجات از مقام فانی اخص و وجدان شهود اعظم و مقام باقی اکرم. و پس از آن اشارت کرد که این یعنی وصول به این مراتب، به این مقامات به چه حاصل شود. اولین درس بند بگسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. همون یک بیت ذکر میکنه، بقیه ابیات نمیگه. کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف خانه نشد پر در نشد. پیشنهاد رو سریع مطرح میکند. هر کی را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. این تز عرفان ماست، تز حضرت مولانا اینه. هیچ دوایی، هیچ طبیبی، هیچ عاقلی، هیچ فلسفه‌ای نمیتواند واقعا این تعلقات رو از وجود آدمی بیرون ببرد مگر عشق. حتی در عشقی ظاهری چنین چیزی تحقق پیدا میکنه. بسیار وقتا هست گریبان جان آدمی رو عشق میگیره، نه حرف پدر گوش میده، نه مادر، نه دوست، همون رو که میخواد لاغه، نه نان میخوره، نه غذا میخوره، نه خواب داره. هیچ اینا همه امور معقول روزانه بود. حالا در اون عشق حقیقی ببینید که اون صفات ذمیمه چگونه رخت برمیبندد، حتی جان خودش هم حاضر میشود بدهد، از سر جان و جهان میگذرد. خب دیگه تعریف توصیف عشق دنبالش که افلاطون جالونوس کاری رو که نتونستن بکنن بیشتر عرض کردم کوتاه. این از عشق برمی آید، بخشی از
مفاهیم، پیام‌های بسیار عمده مربوط به نینامه در همون قصه اول نهفته است. هم بحث عشق صوری، هم مجازی حقیقی، هم طبیبان ظاهری، هم طبیب حقیقی. بعد از اونجا نتیجه میگیره به پیر کامل که نجات دهنده است و بقیه تا آخر. از فرمایشات استاد محمد سرور مولایی اون استفاده‌ای که من کردم این هست: افرادی که قرآن رو میخوندن برای ثواب و میگفتن این اصلا اول و آخرش به هم ارتباطی نداره، قرآن خیلی نامرتب و اینها، و بعضی هایی که مثنوی رو نخونده بودن یا خونده بودن چیزی متوجه نشده بودن، مثنوی رو تشبیه به قرآن میکردن. مفسران اومدن گفتن شما ظاهر قرآن را متوجه شدید، قرآن بطنی داره، بطن دیگری داره، الی سبعة ابطن، و اون مثنوی هم همون جوری هست و ثابت کردن که قرآن روی حساب کتاب به این ترتیب تقسیم شده و به این ترتیب نازل شده است. این 18 بیت من اینجوری احساس کردم. حسام الدین روزی که به مولانا پیشنهاد کرد که افراد اینجا میان و از این جلسه بیرون میرن، کتاب‌های دیگر صناعی رو، عطار را در دست میگیرن، چه میشود که شما کتابی بر وزن منطق الطیر یا بر سبک الهی نامه یعنی حدیقة الحقیقه بسرایید؟ مولانا کلید رو میده دست حسام الدین و این 18 بیت. و این حالا من میخوام از استاد خواهش کنم، پیشنهاد کنم به ایشون که این ساختار مثنوی رو تا جایی که من تا امروز میدونستم استاد جلال همایی اول متوجه شدن که مثنوی اونجور بی پایه نیست. خیلی ها اون رو به باران مداوم تشبیه کردن که همه حتی اون چتردارها هم خسته شدن، ولی میگه اینجوری نیست، مثنوی یه حساب کتابه. حالا اخیراً یک کتاب، یک جلد در اومد، ساختار شناسی مثنوی، اونجا به استناد میکنن به استاد جلال الدین همایی. حالا این مولانا یعقوب چرخی در قرن نهم، حالا این رو استاد برای نامه شمس و مولانا ویژگی های این کلیدشناس مثنوی که این یعقوب چرخی با این تصرف، من خوندم اون کتاب را از امشب دوباره شروع خواهم کرد و این کتاب یعنی واقعا یک کلیدی است برای شناسایی بقیه 6 دفتر مثنوی و داستان‌ها. و فرمودند که داستان‌هایی مثل دقوقی و درویشی که کشتی نشسته بود و شاه و کنیزک رو آوردی که اینها دور یک محور می‌گردند و این خیلی از فرمایشات ایشون امشب این بزرگترین نکته‌ای بود که من خودم یاد گرفتم. برای شوخی هم من عرض میکنم، تمام میکنم که بگم نه حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های مادرید. یعنی از اسپانیا آمده پرده. خیلی از استاد مولایی تشکر میکنیم. بنده فقط 2 دقیقه میخواستم وعده‌ای که 1 سال پیش فکر میکنم 2 سال پیش به شماها رو داده بودیم تحقق پیدا کرد و امروز میخواستیم این رو معرفی کنیم و اون وعده این بود که مجله بنیاد شمس تبریزی و مولانا منتشر بشه. این مجله نامش هست نامه شمس و مولانا. روزی که خدمت استاد موحد رسیدیم و برایشون مطرح کردیم که قصد داریم مجله‌ای در بیاریم، ایشون خیلی با تردید و نگرانی فرمودن که از این فصلنامه‌ها و مجله‌های علمی و پژوهشی و از این حرفا که نمیخواید در بیارید، نمیخواید سالی 2 شماره در بیارید. که من فکر کردم منظورش اینه که باید سالی مثلا 10 شماره در بیارید. ایشون فرمودن نه، سالی 1 شماره در بیارید و سعی کنید چیز خوبی در بیارید. البته ما برامون برای اینه که سالی 3-4 شماره در بیاد، به دلیل اینکه اساتیدی که تشریف میارن در این ماهگفتارها سخن میگن، بعد محبت میکنن، تبدیل به مقاله میکنن، تیمی هم هستن کار میکنن و نتیجه شد خلاصه شماره 1 در اومد. فکر میکنم چیز خوبیه، به دلیل اینکه همه تلاشمون رو کردیم که از ظاهرش گرفته که به هر حال
گرافیستش از گرافیست‌های بسیار خوبی کشور ماست، آقای مهدی سعیدی، کسی که همین لوگو رو طراحی کرد که البته لوگو این نیست، ما از کپی کردن و به اینجا چسبوندن، خودش هم دوست نداره که کاراشو این بلاها رو سرش بیاریم. جزء گرافیست‌های خوبی کشور ماست، آثارش آثار فوق‌العاده‌ای است. به نظر من خیلی طراحی خوبی کرد، کار قشنگی انجام داد. نامه شمس تبریزی و مولانا ما برای چاپش و کارهای مختلفش اون مقداری که از عهده ما ساخته بود سعی کردیم دقت کنیم. مقالات هم که مقالات اساتیده، انشالله مقالات خوبی است. این امروز شماره 1 در اومده، شماره 2 هم داره کاراش انجام میشه، ویراستاری میشه. امیدواریم شماره 2 هم سر وقت یا کمی دیرتر و زودتر حتی در بیاد، ولی از اون فرمایش استاد موحد در اون روز این استفاده رو میکنیم که خیلی خودمون رو محکوم نکنیم که حتما سر وقت هر چه که لازمه در بیاد. ما برای همین برش این نامه شمس و مولانا برای اینکه بهتر در بیاد، نمیگم خیلی عالی در اومده، 2 تا چاپخونه عوض کردیم تا اینکه خلاصه جای سوزنش اندازه بوده تونستن این رو به خوبی در بیارن. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. البته ما متاسفانه مجبوریم و محکومیم به اینکه اینها رو به هر حال یک بفروشیم. کلمه فروش درست نیست، ولی به هر حال قیمت تمام شدهش رو از شما درخواست بکنیم که ای کاش امکاناتی داشتیم که نداریم و میتونستیم این رو هدیه بکنیم، که باز هم من فکر میکنم هدیه است. نکته دیگر این که به هر حال همه شما عضو بنیاد شمسی تبریزی و مولانا هستید. امروز شاید دیگه وقت نیست، ولی یه وقت دیگری من میخوام یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که این بنیاد چه جور درست شد. بنده خودم یه دانشگاهی هستم، رشته‌ام اصلا شمس و مولانا نیست. استاد کوچک دانشگاه تهران هستم در رشته جامعه شناسی و علوم سیاسی و کار دیگری می‌کردیم. دستی از غیب ما رو، حالا امیدوارم اینجور باشه، کشاند و اتفاقی افتاد در اون ماجرای شمس تبریزی در خوی و به هر حال بنیادی درست شد. اون روزی که برای تأسیس این بنیاد خدمت اساتید رسیدیم، مرحوم استاد ریاحی اون موقع زنده بودن، جناب استاد خدمتتون رسیدیم، استاد مرواتی که امروز نیستن، جناب آقای انصاریان که تشریف دارن و دیگران. اونجا با هم عهد کردیم چند نفری، گفتیم همه ما در زندگی مشغله‌هایی داریم که براش حقوق میگیریم، وظیفه ماست، درس میدیم، رساله است، کار اجرایی مدیریتیه، یه کاری هم برای دلمون طراحی بکنیم و این کار اصلا متفاوت باشه از همه کارهای دیگرمون و سعی کنیم که این کار رو فقط برای دلمون انجام بدیم. از سال 86 که سال مولانا بود و اون سال بنده به دلیل مسئولیت اداری که داشتم زورم میرسید و تونستیم بریم در خوی و شهر خوی و اون مقبره رو، اون جشنواره ها و بعدش هم اون ماجراهایی که خیلی هم همش خوب بود و خیلی بود اتفاق افتاد. این حلقه درست شد و انرژی مثبت شما و حضور شما و استقبال هایی که شد و تشویق اساتید باعث شد که این حلقه تا به امروز ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا کرد. اینجا درست شد. همه اینها خلاصه ماجراهایی داره و همه انگار واقعا خود حضرت شمس مولانا کمک کردن و این محفلمون آراسته شد و هر جلسه هم که ما شرکت میکنیم باز خدا رو شاکریم و شکر میکنیم از اینکه چقدر خوب شد که این محفل آراسته شد. مجوز نشر گرفتیم، انتشاراتش درست شد و همه چیز داره درست میشه. به زودی هم با شما مکاتبه خواهیم کرد و عضوگیری خواهیم کرد، از شما کمک خواهیم خواست. هر حال کمک که من میگم همیشه اینا جور میشه، یعنی بر این کارهای مادیش پیدا میشه، ولی کمک شما ها رو خواهیم خواست در هر حدی که میتونید. در مورد این مجله فقط یک نقایصی داره. البته یکی از نقایصش اینه که فراموش شد که نام اعضای هیئت تحریریه در این مجله ذکر بشه، یعنی کسانی که نامه نوشتن و کتباً عضو هیئت تحریریه مجله هستن. با اجازه استاد من فقط اینا رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم. اعضای هیئت تحریریه نامه شمس مولانا: جناب استاد موحد، جناب استاد سبحانی، استاد مهدی محقق، جناب دکتر احمد جلالی که میشناسید ولی ایشون نیستن، ایران نیستن که در این جلسات حضور ندارن، جناب استاد پازوکی، دکتر بلخاری، آقای چیتیک، ایشون هم مکتوب اعلام کردن که عضو این مجله هستن، استاد زمانی، استاد پورنامداریان، استاد دادبه، استاد خاتمی، استاد پورجوادی، استاد کزازی، مرحوم استاد دکتر لاهوتی که خدایش رحمت کند. و یادتون هست که استاد لاهوتی در اون هوای گرم آخرین سخنرانیشون رو در جلسه ما داشتن و بعد از اون جلسه از اونجا رفتن، فیلمش هم هست. دکتر خدادادی، دکتر یوسفپور، دکتر میرباقری فرد، دکتر
هندری، دکتر فانی، دکتر نجیب مایدی هروی، دکتر یاحقی و دکتر مجاهد و دکتر سرور مولوی هم که سرور ما هستند و به هر حال اینا هم عضو این مجله هستند. امید داریم که این مجله همونی بشه که استاد موحد نظرش بود و بشه حلقه خوب و معتبر شمس و مولانا. اگر به اینجا رسید سعی دوستان امروز هم با هم صحبت می‌کردیم، ما میتونیم این شماره هاشو باید ترجمه کنیم به زبان‌های به ویژه زبان انگلیسی. این خبر رو هم خدمتتون شاید گفتم و مژده رو بدم. همین بنیاد کوچکی که همش با همت‌های شخصی داره میچرخه، مثنوی معنوی به زبان روسی که عرض کردم داره ترجمه میشه، ترجمه شد، در مسکو رونمایی شد و چاپ شد. اولین چاپ کامل مثنوی معنوی و اولین ترجمه کامل و با یک مقدمه تقریباً 80-90 صفحه‌ای استاد محمد علی موحد، این هم در مسکو چاپ شده و این جامعه بزرگ روسی زبان هم دیگه میتونن مثنوی بخونن. مطلبی ندارم بگم جز این که ما ادبیاتی هستیم بعضی‌ها، ولی دست ما رو این آقای دکتر ایوبی غیر ادبیاتی گرفتن و این چراغ‌ها رو ایشون روشن کردن و این مجله واقعاً به همت ایشون به این صورت درآمد. ما از شما خواهش میکنیم که صمیمانه دعا کنید که این بهار 92 که روش نوشته شده این فصلی، یعنی سال 4 شماره خواهد. دعا کنید که تابستان واقعا تا آخر تابستان دست شما بیاد و پاییز آخر پاییز و این اولین شماره خیلی، یعنی ما سعی کردیم که به موقع به دنیا بیاد و یک کم دیر کرد ولی آمد. منتها بعد از این ما باید تاریخ و زمان رو رعایت کنیم. شما دعا کنید و هم علاوه بر دعا با مقالات وزین خودتون کمکمون بکنید که اصلی ترین مطلب در اینجا اینه که ما تعارف نمی کنیم به علمی پژوهشی. هم من با بودن این دانشگاهی بودن هیچ اعتقادی به علمی پژوهشی، مجلات علمی پژوهشی ندارم. اکثر اونها یک رو بیشتر وقت برای مطالعهش نمیخوان. ما میخوایم مجله‌ای باشه که دنبالش مولوی دوستان دنبالش برون و در اون مطالبی که میخوان پیدا کنن و اون به دست بیارن. این با دعای خودتون و ارسال مقاله های خودتون ما رو یاری کنید. انشاءالله استاد دکتر محمد سرور مولایی عنایت خواهد کرد. کلید بودن این نامه مولانا یعقوب چرخی رو برای واقعا الان من یک کتابی آماده کرده بودم، ویراستاری رو به یک نفر داده بودم، چون من برگردونده بودم ترک استثناء مرادم قسمتی است، نی همین گفتن که رسالتی است، یعنی چی بود؟ اونو من به نسل یک روز اومد با فلان مولوی هم حرفهای اسلامی زده، یعنی متوجه شده. این کلید باعث میشه که مولانا خیلی ها واقعا متوجه مطالب مولوی نمیشه. دید آقا داستان رستم به قول شاهنامه هیچ نبود جز حدیث رستم، در میان ستایان من خیلی ها مثل رستم هستن که قد این مجله رو ما میخواهیم به یاری ایشون که واقعا تا حالا یعنی با تمام نیرو در این راه اقدام کردن، با تلفن، با به همت ایشون و یاری شما انشاءالله تو شماره های دوم، سوم و بعد به کتابخانه های شما بیاد و مطالب مجهول تا امروز درباره مولانا رو منعکس کنید. خیلی از شما متشکرم.